تا به حال فکر کردید که چه دعایی رو یک انسان مسلمان بیشتر در زندگی خودش تکرار میکنه و درخواست میکنه از الله تعالی؟ چه دعایی بیشتر در زندگی انسان مسلمان مشهوده، ولی اینکه دست به دعا هم بلند نکنه، یعنی به اون حالتی که ما اسمش رو دعا میگذاریم، انسان مسلمان ولی اینکه دست به دعا هم بلند نکنه، که به هر حال البته بعید از یک انسان مسلمان که این کار رو نکنه، اما با این وجود هم یک دعایی رو همیشه در زندگی خودش به صورت روزانه و روزی چند بار و هر بارم باز چند دفعه تکرار میکنه. حتما نسبت به این موضوع با اشاراتی که شد، با به هر حال مسائلی که مطرح شد، ذهنتون به سمت نماز رفته. نماز زیباترین لحظه ارتباط بین انسان با الله تعالی است. در نماز بنده با رب خودش، با معبود خودش سخن میگه، خلوت میکنه، حرف میزنه و حرف میشنوه از الله تعالی. در نماز سوره حمد تلاوت میشه که به قول بعضی از مفسرین کل سوره های بعد از سوره حمد، از ابتدای بقره تا پایان ناس، 113 سوره بعد از سوره حمد همه تفسیر سوره حمدن. بدون شک مهمترین سوره قرآن کریمه و به همین اساس در نماز، در هر رکعت نماز باید خونده بشه. در سوره حمد الله تعالی به ما درس‌های فراوانی میده، اما جالبه که در این سوره یک دعایی که همیشه برای ما و شما تکرار میشه، شاید تا حالا اونقدر به عمق این دعا فکر نکرده باشیم، دعای بسیار مهمی است. دعایی که خود وجود این دعا در سوره حمد و تکرارش در هر رکعت نماز و تکرارش در هر روز و اون هم چند بار نشان از اهمیت موضوع داره. این دعا همون دعاییه که از بچگی ما ورد زبون داشتیم و هنوزم داریم و تا لحظه مرگ هم انشاءالله خواهیم داشت. اهدنا الصراط المستقیم، بار الله ما رو به راه راست هدایت کن. طلب هدایت، طلب استقامت بر راه هدایت که یکی از برداشت های تفسیری این آیه است. این دعا دعای هدایت و طلب استقامت در مسیر هدایت مهمترین دعاییه که انسان مسلمان در زندگی خودش روزانه بارها و بارها و بارها تکرارش میکنه. هدایت، همون هدایتی که سبب میشه انسان به جمع مهتدین بپیونده. چقدر زیباست احساس هدایت، چقدر زیباست اون لحظه‌ای که انسان از خودش جدا میشه، از نفس خودش میبره، از دنیای ماحول خودش پرواز میکنه و میره به سمت الله متعال. دلش رو میسپاره به الله تعالی. اون لحظه‌ای که آزاد میشه از فشار سختی هایی که به خاطر دوری از الله تعالی بهش میرسید. اون لحظه‌ای که در درون قلب خودش یک عالم جدیدی رو تجربه میکنه. هدایت، دعای هدایت. هدایت در قرآن کریم بسیار به این موضوع اهمیت داده شده. مسئله هدایت و صفات مهتدین و راه‌های استقامت و اسباب استقامت، ویژگی هایی که انسان با تمسک به اون، با مزین شدن به اون صفات و ویژگی ها میتونه که
سعادت دنیا و آخرت خودش رو تضمین کنه. در ابتدای سوره مبارکه بقره یکی دو آیه بعد از همون آیه اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی به موضوع بسیار مهم اشاره می‌فرماید. مهمترین وسیله هدایت. و خب میدونیم که بدون شک خود این کتاب قرآن کریم در ابتداش وقتی که سوره حمد آغاز میشه ما قرآن رو باز کردیم، اما باز هم برای تأکید بیشتر بر این موضوع الله تعالی در ابتدای سوره مبارکه بقره بعد از ذکر الف لام میم میفرماید که ذلک الکتاب لا ریب فیه. آن کتاب، این ضمیر اشاره به دور به خاطر عظمت این کتاب اشاره به دور استفاده میشه. این کتاب قرآن با اون عظمتی که داره ذلک الکتاب لا ریب فیه، هیچ شکی در این نیست، هیچ شکی نیست در این کتاب که این کتاب هدی للمتقین، هدایتگره، هدایت میکنه متقیان رو. این کتاب هدایت میکنه. مهمترین وسیله هدایت بدون شک، هیچ شکی درش نیست، که قرآن کریم. در قرآن کریم وقتی که باز بیشتر به دنبال هدایت میگردیم، کتابی که اومده به ما هدایت رو یاد بده و ما رو به هدایت برسونه، در این کتاب وقتی که درباره هدایت بررسی کنیم و ببینیم و بخوایم بعضی از صفات رو مختصراً اشاره بکنیم از صفات مهتدین، که آیا ما که روزانه اینقدر دعا میکنیم که الله تعالی ما رو جزء مهتدین قرار بده، اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به اون راه مستقیم، با اون راه راستی که از اون میخوایم و در کتابش برای ما معرفی کرده، ما میخوایم از اون که ما رو در این راه هدایت بکنه. و جالب اینه که ما این آیه رو در وقت نماز میخونیم، در جایی که ما وضو گرفتیم، الله رو به وحدانیت قبول کردیم، جا نمازمون رو انداختیم به سمت کعبه و غیر مستقیم همین روی کردن به کعبه نشانه به اعتراف به مراسم حج و تاریخ توحید ابراهیم خلیل الله. همین موارد رو ما انجام دادیم، قرآن هم داریم میخونیم، اما باز هم میگیم خدای ما رو هدایت کن به راه مستقیم، تا تأکیدی باشه بر این که در هر لحظه‌ای در هر جایی که هستیم فکر نکنیم که دیگه خب من هدایت شدم، خیالم راحته، من که دیگه وضعم خوبه، من که دیگه یقینا هدایت شدم و شکی در این نیست که من بر مسیر هدایتم و خیال من جمع بشه. نه، الله تعالی باز هم با وجود این که ما در نماز این رو میخونیم، قرآن هم داریم میخونیم، جای نماز هم ایستادیم، روی به کعبه هم ایستادیم، وحدانیت الله تعالی رو هم قبول کردیم، باز هم امر میکنه که ما بگیم که بار الله ما رو هدایت کن. چرا؟ چون که بعضی وقتها ما در مسیری هستیم که احساس میکنیم که در مسیر هدایتیم، اما در حقیقت در مسیر هدایت نیستیم، در مسیر ضلالتیم، گمراهیه. اون مسیری که ما داریم میریم، اون راهی که ما داریم میریم به ترکستان داره میره و ما رو به کعبه نخواهد رسون. قرآن کریم این راه ها رو به ما نشون داده، این راه های مختلف رو برای ما معرفی میکنه. اون راه مستقیم رو که ما رو به هدف میرسونه، ما رو به مقصد میرسونه، راه برای ما معرفی کرده. در قرآن کریم وقتی که ما بررسی میکنیم در سوره مبارکه کهف آیه 103 الله تعالی میفرماید که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا شما رو آگاه نکنم به زیان بارترین کارها؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی هستند که تلاش بیهوده کردند در زندگی دنیا، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که اونها گمان میکنن که دارن کار خیر میکنن، در حالی که گمان میکنن که اونها دارن عبادت میکنن. این موضوع انسان رو مقداری نگران میکنه که مواظب خودش باش، یک بررسی بکنه خودش رو که آیا من حقیقتاً این دعایی که این همه روزانه دارم تکرار میکنم در حق خود من قبول شده یا نه؟ من خود من آیا در مسیر هدایت هستم یا نه؟ این مسیری که ما داریم به سمت تعالی این رو اوج میگیریم و میریم بالا، این قله‌ای که ما میخوایم فتحش بکنیم،
تا اون لحظه ای که پرچم فتح قله رو بر نوک قله نکوبیدیم نباید خودمون رو در امان بدونیم از لغزیدن سنگ‌هایی در زیر پای خودمون. چه بسا که در 1 متری فتح یک قله چند هزار متری لغزیدن یک سنگ در زیر پای یک کوهنورد خبره و ماهر به خاطر غفلتش سبب میشه که از اون بالا سقوط بکنه با سر به پایین و تمام این افتخارات و تمام این درجاتی رو که کسب کرده از دست بده. نمونه های این رو ما داریم در سوره مبارکه اعراف. الله تعالی وقتی که ذکر میکنه یکی از اولیای خودش رو که میگه این شخص واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، در آیه 174 ذکر بکنه پیامبر من برای اونها مثال اون کسی رو که من آیات خودم رو به اون داده بودم. واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. این آیات رو مثل لباسی از تن خودش در آورد. این انسان آگاهی داشت، عالم هم بود. فاتبعه الشیطان، شیطان هم اومد سراغش. فکان من الغاوین، این انسان از جمله غاوین قرار گرفت، غاوی شد. غاوی به کسی گفته میشه که انسانی که دلایل برای اون واضح شده اما پیروی نمیکنه. دلایل گفته شده اما پیروی نمیکنه. فرق میکنه با کلمه ضال، یعنی گمراه. گمراه کسیه که نمیدونه و به اشتباه داره میره، نقشه دستش نیست، مسیر رو میخواد بره، نقشه نداره، اما در این مسیری که داره پیش میره همینطوری پیش خودش فکر میکنه که این درسته دیگه، میره همینطور به گمراهی میرسه. اما غاوی بالاتر از گمراهی است و این انسان غاوی کسی هست که نقشه رو هم داره، راه رو هم بون نشون دادند و میدونه که این مسیر، اما نمیره. میدونه حقیقت چیه اما پیروی نمیکنه. این را الله تعالی میفرماید که در امتداد داستان اون شخص که یکی از بنی اسرائیل بود، الله تعالی میفرماید که اگر ما میخواستیم اون رو بالا میبردیم با درجات، اما خودش نمیخواست به هر حال، ولکنه اخلد الی الارض واتبع هواه، اما اون به زمین چسبید و پیرو به هوا و هوس خودش شد. و در ادامه تمثیل و مثال بسیار سختی برای این انسان ذکر میشه. و اخلد الی الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، مثال او به مانند سگی است. ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، اگر او رو رها بکنی همونجوری زبانش از دهانش بیرونه، اگر دنبالش بری باز هم زبانش از دهانش بیرونه. و در پایان الله تعالی فرمود که این مثال کسی که آیات ما رو تکذیب بکنه، قرآن رو، مثال کسی که به دنبال قرآن نمیره، مثال کسی که آیات قرآن بر اون خونده میشه و قبول نمیکنه، انکار میکنه، مثال کسی که آیات قرآن رو زیاد ارزشی قائل نیست برای اونها، مثال کسی که هدایت رو در غیر قرآن میخواد بگرده دنبالش.